طی هفته سپری شده در اساس دستور سپارش سرور دولت و نقشه تحریز نموده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت واخوری رئیسان شهر و ناحیه استقلال و کوهستان مچو با دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانی کسبی زادگان این منطقه‌های اگروصنعتی در مؤسسه دولتی قصر جوانان به نام لایق شیرعلی شهر خوجند دایر گردید. یادآور می‌شویم که در مؤسسه‌های ذکر شده از شهر استقلال بیش از 300 نفر و کوهستان مچو زیاد از 200 نفر جوانان به دانش اندازی فرا گرفته شدند. ضمن برآمد خویش رئیس شهر استقلال از دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصتا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در رشد باثبات شهر یادرس گردیده، اظهار باوری نمود که دانشجویان امروزه بعد ختم تحصیل و صاحب کسب و صاحب تخصص شدن به زادگاه خود برگشته در آبادی، بنیادکاری و رشد اقتصادی شهر استقلال سهمگذاری خواهند کرد. برگزاری واخوری مشترک رئیسان شهر و ناحیه کوهستان مچو و استقلال که طی چند سال آخر عملی می‌گردد امکان می‌دهد که به سرجمعی و متحدی جوانان این دو شهر و ناحیه ولایت سوق زمینه واقعی گذاشته شود. بعدا رئیس ناحیه کوهستان مچو ضمن برآمد خود اظهار داشت که در سیمای جوانان دانشجویان امروزی کوهستان مچو آینده عالمان، ادیبان، هنرمندان و صنعتکاران، سیاستمداران و جامعه شناسان، آموزگاران و طبیبان و راهبران آینده ساختارهای دولتی را می‌بیند. البته ما جوانان دوران صاحب استقلالی کوشش به خرج می‌دهیم که برای گلگل شکوفایی وطنی خود، برای باز هم پیشرفت و ترقی کردن وطنی خود بعد از ختم دانشگاه‌ها، بعد از ختم مؤسسه‌ها سهمی باسزای خود را گذاشته باشیم. در کوهستان مچو خصوصا در مؤسسه‌های تعلیمی بعض مؤسسه‌ها آموزگاران فن‌های دقیق کم شمار هستند و سال این مشکلات یعنی که برطرف خورده ایستاده است، یعنی که در مؤسسه‌ها نیز که داوطلبان به طریق مرکز ملی تستی به علم‌های دقیق نیز رو آورده ایستادند و متخصص شده رفته به ناحیه خود خدمت نموده ایستادند. در این واخوری معاون رئیس ولایت نیز شرکت ورزیده از دستاوردهای ساحه‌های مختلف خواجه خلق طی سالهای آخر یادرس گردید و اظهار داشت که در میقات ولایت طلبات به متخصصان جوان سال از سال رو به افزایش دارد. از این لحاظ جوانان را ضرور است که از شرایط خوبی تحصیل و بودوباش در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و کسبی میانه که طبق دستور سپارش‌ها و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و از تلاش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت امروز به میان آورده شده است ثمرناک استفاده برده خوب و اعلی تحصیل نمایند، صاحب کسب و هنر و صاحب تخصص گردیده به وطن و دولت و ملت صادقانه و صافدلانه خدمت نمایند. در نوبت خود دانشجویان ضمن برآمد خویش برای دایر نمودن چنین ملاقات‌های سودمند خبرگیری از بودوباش جوانان در دانشگاه‌ها عرض سپاس کرده، همزمان تکلیف و پیشنهاد خود را بهر حل پرابلم و مشکلات ساحه‌های مختلف محل زیستشان که می‌تواند در پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات مساعدت کند بیان داشتند. در انتهای واخوری یک قدر دانشجویان در کار جمعیتی فعال و اعلاخوان با افتخارنامه و تحفه‌های پولی قدردانی کرده شده، همزمان به دانشجویان یتیم و بی‌پرستار و از عائله‌های کم‌بزاعت کمک یک وقتی پولی رسانیده شد. در خاتمه دانشجویان برای بالید خاطره اشتراکداران این واخوری برنامه کنسرتی دایر نمودند.